سلام بیننده عزیز، سرخط خبرها از رادیو آزادی. مقامات تاجیک و روس برای اخراج 60 مهاجر از روسیه به سازش رسیدند. سازمان ملل متحد گفت احتمال فرار افغانها به تاجیکستان کم است. مسئولین از خرابی‌های سیل در ختلان گفتند و عربستان سعودی با ایران دو رقیب سخت همکاری‌ها را از سر می‌گیرند. بر اثر باران‌های زیاد و سیل شب 4 و 5 اپریل در ناحیه 5 66 خانه استقامتی زیر گل و آب ماندند. به اطلاع مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده در این ناحیه، آفت طبیعی خانه‌های دهات سیف‌الدین کبود، سیلگه و پختکار 5 تخریب کرده است. همچنین 159 گکتار زمین خواجگی دهقانی و زمین‌های نزد حولگی ساکنان هم زیر آب ماندند و ساکنان زیاد خسارات مالی دیدند. قبلا مقامات گفتند سیل به زیاده از 100 منزل ساکنان در دهه پختکار ناحیه 5 ضرر رسانیده است. در کلاب بر اثر باران‌های شدید روزهای 3-4 اپریل 2-3 کیلومتر راه شاهراه بین المللی دنغره باختر شسته شده است. در فرخار هم 10 گکتار زمین کش در بارانگری روز 4 اپریل زیر آب مانده است. تاجیکستان که کشور کوهستانی و در برابر فلاکت‌های طبیعی آسیب پذیر است، سالانه از این فلاکت‌ها 10 میلیون دلار آسیب می‌بیند. مقامات تاجیک و روس در یکاترینبورگ به موافقه رسیدند که تا 8 اپریل بیش از 60 مهاجر اخراج شده را با هواپیما به وطن برگردانند. مهاجران تاجیک بیش از 1 ماه است در مرکز نگهداری موقتی خارجیان در شهر یکاترینبورگ نگهداری می‌شوند. کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ همراه با چند صاحبکار تاجیک شام 4 اپریل به مهاجران افطار دادند و با آنها صحبت کردند. اکثر مهاجران تاجیکی که به وطن اخراج می‌شوند به نقض قانون‌های بودوباش روسیه متهم می‌شوند. روسیه سیاست سختگیرانه‌ای را در برابر مهاجران تاجیک پیش گرفته است و برای عادی‌ترین قانونشکنی آنها را از حق کار محروم و به وطن اخراج می‌کند. حامیان حقوق مهاجران مقامات تاجیک را تنقید می‌کنند که برای حمایت از حق مهاجران کاری از دستشان برنمی‌آید. روسیه مکان کاری حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک است. مؤسسه حمایت از پناهجویان سازمان ملل میگوید با وجود ناامنی‌های مداوم که وضع مردم در سراسر افغانستان را بد کرده است، احتمال فرار افغان‌ها به تاجیکستان بسیار کم است. در ارزیابی کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که به تازگی نشر شد آمده است، با وجود این حکومت تاجیکستان برای آمادگی به این گونه احتمال تدبیرها می‌اندیشد. سازمان بنیاد پناهگاه موقتی برای 500 پناهجو در ناحیه جلال‌الدین بلخی را نمونه آورده است که سال گذشته با کمک مؤسسه‌های امدادی ساخته شد. بنا به گزارش سازمان ملل در تاجیکستان عین زمان تقریباً 8.5 هزار پناهنده زندگی می‌کنند و اکثریت آنها شهروندان افغانستانند که از ترس و تعقیب طالبان به تاجیکستان فرار کردند. تاجیکستان را در گذشته برای قبول نکردن پناهجویان افغان که از جنگ و خونریزی و از ترس طالبان گریخته بودند تنقید کردند. پس از 7 سال قطع رابطه‌های دیپلماتی، وزیران امور خارجه ایران و عربستان سعودی دو رقیب در خاورمیانه در چین ملاقات کردند. در این باره روز 6 اپریل تلویزیون دولتی الاخباریه عربستان سعودی خبر داده گفت که این ملاقات بر اساس سازش برقراری مناسبت‌های دو کشور صورت گرفت. با گذشت خصومت‌های دوامدار بین این دو رقیب که آتش مناقشه‌ها در خاورمیانه را فروزان‌تر کرد، ایران و عربستان سعودی ماه گذشته با میانجیگری چین توافق کردند که مناسبت‌های دیپلماتیشان را برقرار نمایند. سال 2016 بعد قتل یک روحانی شیعه مذهب در عربستان سعودی، ازدحام مردم به سفارت عربستان سعودی در تهران حمله بردند و سعودی هم مناسبات دیپلماتی با ایران را قطع کرد. هنگام تلاش خاموش کردن آتش ماشین یک ساکن شهر کانیبادام ترکیش رخ داد. حادثه روز 4 اپریل در مرکز کانیبادام رخ داده است.
یک ساکن محلی که نوار لحظه ترکش را ثبت کرده است گفت بر اثر این ترکش کسی آسیب ندید، ولی منزلی که در آن سوختار رخ داده بود قسماً خراب شده است. خدمات آتش نشانی بارها به ساکنان هشدار داده است که هنگام آتش گرفتن ماشین وقت امکان خاموش کردن سوختار را سری وقت ندارند، بهترش از نزد آن دور روند، چون ظرف پر از مواد سوخت امکان دارد که بترکد. سبب سوختار در کانی بادام هنوز معلوم نیست. اکثر حادثه های سوختار را مقامات به احتیاطی خود ساکنان می دانند. و در پایان برنامه نگاه به قرب سامانی در برابر اسعار خارجی. بانک ملی تاجیکستان برای روز 6 اپریل قرب 1000 روبل روسی را 137 سامانی مقرر کرده است. قرب روبل در یک هفته اخیر هر روز 1 سامانی پایین رفته است. این بانک قرب 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 91 درم و 1 یورو را 11 سامانی و 96 درم مقرر کرده است. ممکن است پول شما را در بانک‌های تجارتی با قرب دیگری عوض کنند. برنامه به پایان رسید و شما را ساعت 16 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت دوشنبه در برنامه اخباری آزادی انتظار